آیا تا به حال حس کردین که تصمیماتی میگیرید که بعداً پشیمون میشید؟ گاهی ناخودآگاه ما تصمیماتی میگیره که ممکنه به ضرر خودمون باشه. توی این ویدیو یاد میگیرین که چطور ذهن خودآگاهتون رو تقویت کنین تا دیگه فریب ناخودآگاه رو نخورید و زندگی بهتری بسازید. چرا ناخودآگاه ما میتونه ما رو فریب بده؟ ذهن ناخودآگاه ما بیشتر بر اساس عادت‌ها، تجربه‌های گذشته و باورهای ناخودآگاه عمل میکنه. این بخش از ذهن آگاهی میتونه ما رو به مسیرهای اشتباه هدایت کنه. حالا چطور میتونیم ناخودآگاه خود رو بهتر بشناسیم؟ اولین قدم اینه که خودمون رو از بیرون ببینیم و به الگوهای فکریمون توجه کنیم. وقتی متوجه بشیم چه چیزهای ناخودآگاه باعث میشه تصمیمات اشتباه بگیریم، میتونیم آگاهانه‌تر عمل کنیم. ازتون میخوام یه کاری انجام بدید. هر شب قبل از خواب چند دقیقه زمان بذارین و بررسی کنید که در طول روز چه کارهای ناخودآگاه انجام دادید که به ضرر شما بوده. این کار به شما کمک میکنه که آگاه‌تر بشید. حالا چطور ذهن خودآگاهمون رو تقویت کنیم؟ ذهن خودآگاه جایی که ما تصمیمات مهمتری میگیریم. برای تقویت اون باید تمرین کنیم که به جای عمل کردن از روی عادت‌ها آگاهانه‌تر و با دقت بیشتری عمل کنیم. کارهایی که بهتون میگم رو انجام بدید. روزانه چند دقیقه به تنهایی فکر کنیم و تمرکز کنیم که امروز چه تصمیمایی گرفتیم. سوالای چالش برانگیز از خودتون بپرسید. چرا این کار رو انجام بدم؟ آیا این تصمیم بر اساس باورهای شخصی منه یا تاثیر جامعه و دیگرونه؟ هر تصمیمی که میگیرید 5 ثانیه زمان بذارید تا فکر کنید و بپرسید آیا این تصمیم بر اساس اهداف بلند مدت شماست یا نه؟ براتون مثال بزنم. اگر برای خرید یه چیز گران قیمت وسوسه شدید، از خودتون بپرسید آیا این خرید واقعا نیاز شماست یا فقط به دلیل فشارهای اجتماعی میخواهید این کار رو انجام بدید؟ یه جمله خوندم به نظرم قشنگ و جای فکر داره. نوشته بود ما پول در میاریم که چیزایی بخریم که آدمایی که دوستشون نداریم و تحت تاثیر قرار بدیم. وقتی ذهن خودآگاه فعال باشه، ناخودآگاه نمیتونه شما رو به راحتی فریب بده. برای مقابله با ناخودآگاه 3 تکنیک کاربردی بهتون میگم. اولیش مدیتیشن و تمرکز. مدیتیشن یکی از بهترین راه‌ها برای تمرکز ذهن خودآگاهه. با هر جلسه مدیتیشن میتونید آگاهیتون رو نسبت به تصمیماتتون افزایش بدید. دومیش یادداشت برداریه. وقتی احساس میکنید ناخودآگاه دارید به سمت یک تصمیم اشتباه میرید، بلافاصله اون رو بنویسید. این کار به شما کمک میکنه که در لحظه آگاه بشید. تکنیک سوم دوری از تاثیرات محیطیه. بیاین و کمتر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که میتونن ناخودآگاه شما رو تحت تاثیر قرار بدن استفاده کنید. به عنوان تمرین هر روز چند دقیقه به تنهایی فکر کنین و تصمیماتتون رو بررسی کنید. این کار به شما کمک میکنه که از اشتباهات گذشته درس بگیرید. برای اینکه ذهن خودآگاهمون رو تقویت کنیم، باید عادات جدید بسازیم. بیاین و هر روز در حد چند دقیقه به اهداف بلند مدت خودتون فکر کنید و یادآوری کنید که چه کارهایی باید انجام بدین که تا به این اهداف برسید. بیاین و تصمیمات کوچیک بگیرید که متناسب باشه با ارزش‌ها و اهداف بلند مدت شما. لطفاً برگردین و این جمله‌ای که گفتم رو دوباره گوش کنید. براتون یه مثال میزنم. اگر هدفتون سلامتی بیشتره، تصمیم بگیرید هر روز 10 دقیقه پیاده روی کنید و به خودتون یادآوری کنید که این کار کوچیک شما رو به هدفتون نزدیکتر میکنه. یاد گرفتیم ذهن خودآگاهمون رو تقویت کنیم و فریب ناخودآگاه رو نخوریم. با تمرین میتونیم آگاهانه عمل کنیم با تکنیک ها و تمرین هایی که گفتم و ساختن عادت های کوچیک ولی آگاهانه میتونید کنترل بیشتری روی زندگیتون داشته باشید. پس از همین امروز شروع کنید. زندگی شما نتیجه انتخاب های آگاهانه شماست. امروز تصمیم بگیرید که خودآگاه زندگی کنید و بهترین نسخه از خودتون باشید. 2 ویدیوی قبل مکمل این ویدیو هستن. با لایک و سابسکرایب کردن کانال میتونید 2 ویدیوی کاربردی قبل رو هم ببینید. من ازت تشکر میکنم که تصمیم داری رشد کنی. لطفاً دردشو تاب بیار.